سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع فرموله‌های به حاصل ضرب تبدیل دادن سومه و فرق فунکسی‌های تریگونومتری را می‌آموزیم. در افاده در مثال ها اگر سومه دو فунکسی‌های تریگونومتری داده شده باشد ما آن را به حاصل ضرب گذاشته میتونیم، یعنی که به حاصل ضرب تبدیل داده میتونیم. برای اون که سومه را به حاصل ضرب تبدیل دهیم یک چند فرمولای اساسی رو باید دانست. یعنی در اول اگر کوسینوس الفا جمع کوسینوس بتا داده شده باشد ما آن رو همچون دو کوسینوس الفا جمع بتا تقسیم دو ضرب کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو تبدیل داده میتونیم. اینچنین انا همین فرمولا با علامت مینوس نیز دارد که در پایان این فرموله ها در آخر می نویسیم. اگر سینوس الفا جمع سینوس بتا داده شده باشد این برابر است به دو سینوس الفا جمع بتا تقسیم دو ضرب کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو، یا اینکه سینوس الفا مینوس سینوس بتا این برابر است به دو کوسینوس الفا پلس بتا تقسیم دو، یا خود ضرب سینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو. عیناً برای تانگنس کنجی الفا جمع بتا چنین فرمول جای دارد. در فرمول پنجم باشد تانگنس الفا مینوس تانگنس بتا برابر است به سینوس الفا مینوس بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. و در فرمول ششم باشد عیناً مثل یکم فرمول کوسینوس الفا مینوس کوسینوس بتا برابر است به مینوس دو سینوس الفا جمع بتا تقسیم دو کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو برابر است که این همه این فرمولهای اساسی فرمولهای به حاصل ضرب تبدیل دادن سوم و فرق فунکسی‌های تریگونومتری نامیده می شوند. بیایید خوانندگان عزیز یکی از دو فرمولهای زیرین رو همراه شما اثبات میکنیم. اکنون اثبات فرمول یک را دیده میبریم. یعنی برای اثبات کردن فرمول یک ما میتوانیم طرف راست برابری را به طرف چپ آن اثبات کنیم یا اینکه طرف راست آن را به طرف چپ یا برعکس. اکنون ما میدونیم که کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا این برابر است با کوسینوس الفا مینوس بتا جمع کوسینوس الفا پلس بتا تقسیم دو. پس نوشتن ممکن است دو کوسینوس الفا جمع بتا تقسیم دو ضرب کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو برابر، یعنی دو ضرب خط کسر با جای الفا با ما کسری الفا جمع بتا تقسیم دو آمده است، با جای بتا باشد الفا مینوس بتا تقسیم دو آمده است که موافقا اونها رو چنین تبدیل میدیم. یعنی کوسینوس قوس الفا جمع بتا تقسیم دو مینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو و جمع کوسینوس در داخل قوس الفا جمع بتا تقسیم دو و هم جمع الفا مینوس بتا تقسیم دو. اکنون ساده میکنیم در پایان عدد دو پیدا می شود، یعنی دو با دو اختصار کرده می شود. اکنون قوس ها رو ما تبدیل می دهیم و چنین افاده را حاصل کردن ممکن است. یعنی کوسینوس میماند مخرج عمومی این دو کسر به دو برابر بوده در صورت الفا جمع بتا مینوس الفا مینوس با مینوس ما و علامتی جمع را میتید کوسینوس بتا جمع کوسینوس مخرج عمومی این دو کسرها به دو برابر می باشد دو را می نویسیم و در نتیجه الفا پلس بتا و هم پلس الفا مینوس بتا پیدا می شود که آن برابر است. در این حالت الفا با پلس و مینوس اختصار می شود کوسینوس می ماند دو بتا تقسیم دو جمع کوسینوس بتا با مینوس با پلس اختصار شده دو الفا تقسیم دو، یا اینکه برابر کوسینوس دو را با دو اختصار کنیم به ما بتا می ماند جمع کوسینوس دو را با دو اختصار نماییم به ما الفا می ماند که آن را ما چنین نوشته می توانیم کوسینوس الفا جمع کوسینوس بتا. یعنی که خیلی که از این اثبات معلوم گردید ما طرفی
راستی برابر رو به طرف چپ اثبات کردیم. یعنی اثبات این فرموله ها دیگر فرموله عیناً مثل اثبات این فرموله اجرا کرده می شود. خوانندگان عزیز، اکنون بیایید فرموله چهارم امروزین موضوع ما رو اثبات میکنیم که در فرموله چهارم چنین آمده است: تانگنس الفا جمع تانگنس بتا برابر است به سینوس الفا جمع بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. برای اثبات کردن این فرموله ما باز میتونیم طرف چپ اون رو به طرف راست یا اینکه برعکس نیز اثبات کنیم. بیایید طرف چپ این برابر رو اثبات کنیم که طرف راست آن حاصل شود. یعنی تانگنس الفا رو چنین تبدیل میدیم: سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا موافق عینیت اساسی عینیت فونکسیون تریگونومتری تانگنس بتا باشد سینوس بتا تقسیم کوسینوس بتا و این دو این کسر رو مخرج عمومی میآوریم. یعنی کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا برای کسر یکم کوسینوس بتا نمیرسد، کوسینوس بتا می نویسیم. برای کسر دوم باشد کوسینوس الفا و سینوس الفا رو با کوسینوس بتا ضرب میکنیم. جمع کوسینوس الفا ضرب سینوس بتا حاصل می شود. اکنون خیلی که معلوم گردید در صورت سینوس الفا ضرب کوسینوس بتا جمع کوسینوس الفا ضرب سینوس بتا این با ما سومه کنج های سینوس رو میدهد که آن رو چنین نوشتن ممکن است: سینوس الفا جمع بتا تقسیم کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا. یعنی طرز خلای اثبات کردن این فرموله خیلی آسان است. یعنی در نتیجه می نویسیم اثبات کرده شد. خوانندگان عزیز، بیایید برای مستحکم کردن این موضوع یک چند مثال ها رو دیده برویم. مثال یکم. در مثال یکم چنین آمده است: اگر سینوس 6 الفا جمع سینوس 2 الفا داده شده باشد آن را به نمود سوم حاصل ضرب تبدیل داد. برای آنکه به نمود حاصل ضرب تبدیل دهیم فرموله آن را باز یک مرتبه دیگر می نویسیم. اکنون برای حل کردن این مثال، یعنی برای به سوم تبدیل دادن حاصل ضرب، این فرموله رو استفاده میبریم. یعنی به جای الفا به ما 6 الفا و به جای بتا باشد 2 الفا آمده است. موافق فرموله چنین می نویسیم: 2 سینوس 6 الفا جمع 2 الفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس 6 الفا مینوس 2 الفا تقسیم 2 برابر است به 2 سینوس 6 الفا جمع 2 الفا به ما 8 الفا رو میدهد تقسیم 2 ضرب کوسینوس 6 الفا مینوس 2 الفا به ما به 4 الفا برابر است تقسیم 2. یعنی که این برابر است به 2 سینوس 8 الفا تقسیم 2 الفا 4 الفا ضرب کوسینوس باشد 4 الفا رو به 2 تقسیم نمودن 2 الفا برابر می شود که این نتیجه مثال یکم به حساب می رود که ما سومه را به حاصل ضرب فونکسیون تریگونومتری تبدیل دادیم. اکنون شروع میکنیم به حل مثال دوم. شرط مثال دوم چنین آمده است که سومه را به نمود حاصل ضرب تبدیل دهیم. خیلی که از این افاده معلوم است برای تبدیل دادن حاصل ضرب از سومه ما باید پیش از همه دو قیمت های رو پیدا کنیم که از روی فرمولای یا سینوس الفا جمع سینوس بتا یا فرق آنها یا کوسینوس سومه یا فرق عوض کرده شود. یعنی از افاده زیرین دو رو همچون ضرب شونده عمومی در اول از قوس میبراریم. یعنی سینوس الفا جمع ریش کوادراتی از 3 تقسیم 2 حاصل می شود برابر است به اکنون 2 ضرب سینوس الفا جمع خیلی که معلوم است ریش کوادراتی از 3 تقسیم 2 رو ما با واسطه سینوس افاده کرده می توانیم. یعنی سینوس پی تقسیم 3 نوشته ممکن است که قیمت عددی سینوس پی تقسیم 3 بر ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 برابر است. برابر اکنون تبدیل می دهیم 2 ضرب
در اینجا سینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 3 موافق این فرموله نوشته شده تبدیل داده می شود. دو باز در فرمول 2 دیگر موجود است سینوس الفا پلس بتا تقسیم 2 یعنی الفا جمع پی تقسیم 3 تقسیم 2 نوشته می شود ضرب کوسینوس الفا مینوس پی تقسیم 3 تقسیم 2 و در نتیجه با ما پیدا می شود 4 سینوسی ما می توانیم الفا را به 2 تقسیم کرده چنین حاصل کنیم الفا تقسیم 2 و جمع پی تقسیم 3 را به 2 هنگام تقسیم کردن پی تقسیم 6 حاصل می شود ضرب کوسینوسی الفا را به 2 تقسیم کنیم الفا تقسیم 2 و مینوس پی تقسیم 6 حاصل می شود که این نتیجه آخرانی این مثال دوم به حساب می رود. یعنی باز یک بار دیگر خاطررسانی می کنم که ما در مثال دوم سومه را به حاصل ضرب عوض کردیم با واسطه فرموله داده شده زیری. اکنون خوانندگان عزیز مثال سوم را همراه شما دیده می براییم. در مثال سوم آمده است که اثبات کنید که سینوس الفا جمع سینوس 3 الفا تقسیم کوسینوس الفا جمع کوسینوس 3 الفا و تانگنس 2 الفا برابر است. یعنی برای اثبات کردن این ifade ما باید پیش از همه دو فرمولای تریگونومتری که از سوم به حاصل ضرب عوض کرده می شود باید دانیم. یعنی با واسطه این دو فرمولای تریگونومتری ما میتونیم این ifade را اثبات کنیم. یعنی در اثبات چنین باز می نویسیم سینوس الفا جمع سینوس 3 الفا تقسیم کوسینوس الفا جمع کوسینوس 3 الفا برابر است به تانگنس 2 الفا. اکنون برای اثبات کردن سینوس الفا جمع سینوس بتا را موافقاً با فرموله زیرین یعنی سینوس الفا جمع سینوس بتا تبدیل میدیم. یعنی در اول می نویسیم سینوس الفا جمع سینوس 3 الفا این برابر است به 2 سینوس الفا جمع 3 الفا تقسیم 2 و ضرب کوسینوس الفا مینوس 3 الفا تقسیم 2 برابر. اکنون ساده میکنیم 2 سینوس هنگام الفا جمع 3 الفا را به 2 تقسیم نمودن سینوس 2 الفا حاصل می شود ضرب کوسینوس از الفا مینوس 3 الفا رو اگر طرح کنیم مینوس 2 الفا حاصل می شود مینوس 2 رو به 2 تقسیم کردن به ما مینوس الفا باقی میماند که کوسینوس مینوس الفا همه وقت پلوس حاصل می شود جمع حاصل می شود بنابراین کوسینوس الفا رو ما پیدا میکنیم. اکنون در دوم عمل باشد کوسینوس الفا رو جمع کوسینوس 3 الفا رو جمع میکنیم یا اینکه موافقاً آنها رو به حاصل ضرب عوض میکنیم. یعنی اگر کوسینوس الفا جمع کوسینوس بتا نوشته شده باشد یا داده شده باشد آن به چنین ifade برابر است 2 کوسینوس الفا جمع بتا تقسیم 2 و ضرب کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم 2. این فرمول را استفاده برده پس ما تبدیلات زیرین رو اجرا می نماییم 2 کوسینوس الفا جمع 3 الفا به ما 4 الفا رو میدهد هنگام آن رو به 2 تقسیم کردن 2 الفا حاصل می شود ضرب کوسینوس الفا مینوس 3 الفا به ما مینوس 2 الفا رو میدهد هنگام به 2 تقسیم کردن مینوس الفا حاصل می شود یعنی که از آن کوسینوس الفا حاصل کردن ممکن است. اکنون سیوم عمل یکم را به عمل دوم تقسیم کرده حاصل میکنیم 2 سینوس 2 الفا ضرب کوسینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس 2 الفا ضرب کوسینوس الفا. در نتیجه کوسینوس الفا با کوسینوس الفا اختصار می شود 2 با 2 اختصار می شود سینوس 2 الفا را با کوسینوس 2 الفا تقسیم نمودن و ما تانگنس 2 الفا حاصل می شود که ما باید اثبات کنیم بود که در نتیجه کسری داده شده و تانگنس 2 الفا برابر است. خوانندگان عزیز اکنون مثال چهارم را دیده می براییم. در مثال چهارم چی آمده است
حساب کنید، یعنی سینوس 75 گرادوس جمع کوسینوس 75 گرادوس رو ما باید حساب کنیم. یا در مثال ب باشد تانگنس 5 پی تقسیم 12 جمع تانگنس 7 پی تقسیم 12 رو ما باید حساب کنیم. یعنی حال برای حساب کردن آ ما باید پیش از همه فرمول سومه رو به حاصل ضرب عوض نماییم. از بس که در این ifade سینوس 75 و کوسینوس 75 جای دارد، ما باید یکی از این فونکسیون ها رو تبدیل داده بعد فرمول رو استفاده بریم. چنین می نویسیم سینوس 75 گرادوس جمع کوسینوس 75 گرادوس رو ما چنین نوشته میتونیم کوسینوس 90 گرادوس مینوس 15 گرادوس، یعنی که از 90 15 رو هنگام ترک کردن و ما 75 حاصل می شود. لیکن موافق فرمول موافق آوری کوسینوس 90 مینوس 15 با ما سینوس 15 گرادوس رو می دهد. یعنی چنین می نویسیم یعنی سینوس 75 گرادوس جمع کوسینوس 90 مینوس 15 گرادوس با ما سینوس 15 گرادوس رو می دهد. اناکنون فرمول سومه دو سینوس ها رو استفاده برده حساب میکنیم. یعنی دو سینوس 75 گرادوس جمع 15 گرادوس تقسیم دو و ضرب کوسینوس 75 گرادوس مینوس 15 گرادوس تقسیم دو رو حاصل میکنیم که اون برابر است به دو سینوس 75 جمع 15 به ما 90 گرادوس رو میدهد. 90 گرادوس رو به دو تقسیم کنیم 45 گرادوس حاصل می شود. ضرب کوسینوسی از 75 15 رو ترک کنیم 60 گرادوس حاصل می شود. 60 رو به دو تقسیم کنیم 30 گرادوس حاصل می شود که این قیمت عددی های این دو فونکسیون تریگونومتری رو موافقاً از روی جدولی بعضی قیمت های فونکسیون تریگونومتری حساب کرده می نویسیم. یعنی دو ضرب سینوس 45 گرادوس با ما ریشه کواdraتی از دو تقسیم دو رو می دهد. ضرب کوسینوس 30 گرادوس باشد با ما ریشه کواdraتی از 3 تقسیم دو رو می دهد که اون برابر است موافقاً دو با دو اختصار شده. ریشه کواdraتی دو با 3 ضرب زنیم 6 تقسیم دو رو می دهد که نتیجه مثال چهارم آ به حساب می رود. اناکنون بیایید مثال ب رو دیده می بریم. در مثال ب سومه تانگنس ها آمده است که اون رو ما باید با حاصل ضرب تبدیل دهیم. یعنی می نویسیم ب تانگنسی 5 پی تقسیم 12 جمع تانگنسی 7 پی تقسیم 12 برابر. از بس که ما فرمول تانگنسی الفا جمع تانگنسی بتا رو می دانیم یک باره چنین تبدیل گذراندن ممکن است. 5 پی تقسیم 12 جمع 7 پی تقسیم 12 و هم تقسیم کوسینوسی 5 پی تقسیم 12 ضرب کوسینوسی 7 پی تقسیم 12 برابر. اناکنون ساده میکنیم یعنی قوس رو با مخرج عمومی آورده اون رو جمع میکنیم. یعنی سینوسی 5 پی جمع 7 پی با ما 12 پی رو میدهد تقسیم 12 تقسیم کوسینوسی 5 پی تقسیم 12 ضرب کوسینوسی 7 پی تقسیم 12. از بس که 12 با 12 اختصار می شود و سینوسی پی به 0 برابر است قیمت عددی اون، پس 0 رو به ifade تقسیم نمودن ما عدد 0 رو حاصل می نماییم. خوانندگان عزیز مثال پنجم رو دیده می براییم. در مثال پنجم چنین آمده است سینوس پی تقسیم 3 جمع الفا جمع سینوس پی تقسیم 3 مینوس الفا. باید این ifade رو به نمود ضرب تبدیل داد. یعنی به جای قیمت الفا پی تقسیم 3 جمع الفا به جای قیمتی بتا باشد پی تقسیم 3 مینوس الفا نوشته شده است که آن را موافقاً چنین تبدیل می دهیم. یعنی دو سینوس پی تقسیم 3 جمع الفا جمع پی تقسیم 3 مینوس الفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس پی تقسیم 3 جمع الفا
минуси пи тақсими 3 минус бо минус аломати плюсро медиҳад, альфа тақсими 2 ҳосил мешавад. Анакнун сода карда чунин навиштан мумкин аст. 2 синуси альфа бо плюс бо минус ихтисор мешавад. Пи тақсими 3 ҷамъи пи тақсими 3 ба мо 2 пи тақсими 3ро медиҳад бо ҳам бо тақсими 2 зарби косинуси альфа ҷамъи альфа ба мо 2 альфаро медиҳад ва азбас ки пи тақсими 3 бо аломатҳои муқобил дода шудаанд, онҳоро ихтисор мекунем ва дар натиҷа 2 альфа тақсими 2 ҳосил кардан мумкин аст. ё ин ки 2 синуси 2 пи тақсими 3ро ба 2 тақсим кунем, 2 пи тақсими 3 зарби 1 тақсими 2 ҳосил мешавад, зарби косинуси 2ро бо 2 ихтисор карда альфаро пайдо мекунем. ё ин ки 2 синуси 2 бо 2 ихтисор мешавад, пи тақсими 3 ва зарби косинуси альфа баробар аст ба 2 зарби синуси пи тақсими 3 ба мо қимати адидии он ба реши квадрати аз 3 тақсими 2 баробар аст, зарби боз косинуси альфа 2ро бо 2 ихтисор карда реши квадрати аз 3 зарби косинуси альфаро ҳосил мекунем ки ин натиҷаи ифодаи ё худ мисоли панҷум ба ҳисоб меравад. Хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза барои шумоҳон корҳои мустақилона дода мешавад. Анин се мисол барои мустаҳкамкунии мавзӯъ барои шумоҳо дар вақти холигӣ спорида мешавад. Дар шарти якум гуфта мешавад ки ҳосили ҷамъро ба намуди зарб нависта онро ҳисоб кунед ва барои мисоли дуюм айнан ҳамин мисоли якум аст. ҳосили таркро ба намуди зарб таблил дода баъд онро ҳисоб кунед ва дар мисоли сеюм бошад исбот кунед ки қимати ифодаи зерин ба тангенси альфа баробар аст. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. Хайр то дарси оянда.